امروز اومدیم با پارت 4 اوتیار. این بار مثل پارت 2 میریم توی سرور آنلاین. همین الان سرور رو باز کرد. یه سرور خوب بیفته. اوه فرودگاه معمولا هواپیما. اوه واسه این پولدارا میان اینجا هواپیما ولی بعد میشیم کنارشون. کانتینر بلند بکنیم باشه. هواپیما نداریم. چند نفر سرور؟ یه ایرانی اینجاست. ایرانی اسمش چیه؟ پلیر 49 61. آها با چند متر نزدیکه. باشه با ماشین بریم. آخ این چی؟ با این چلا نشسته. آه نه دوره. اینجا آه کی زد؟ واو الان نمیتونم. اب نداره. نورویه هواپیما سوار است. همه اونجان. چجوری باید برم؟ قایق دارم ولی اون هلیکوپتر میخواد واسه بالا رفتن. ویدیو اصلا حس میکنم خوب نیست. خب بریم قشنگ جذابیت رو میریم. اونایی که از ویدیو نرفتید حساب لایک کنید و چیزه واسه اینکه من بفهمم موندید تا اینجا ویدیو یا قلب به توسی به عشق این ماشین تو کامنت ها بذارید. کی رفت؟ نروژیه رفت. یک ترک اومد. سرور خاورمیانه است. یه ترکیه 2 تا ایرانی. یه ویدیو میذارم. هر لایکی که کنید میخوام یه خونه ماینکرافتی بسازم. قبلش یه ویدیو میذارم. هر لایکی که کنید 2 بلاک و 5 بلاک برای هر حساب میذارم و یه خونه بزرگ ماینکرافتی با کمک شما خواهم ساخت. بنزین بزنیم. ولی هنوز پارت 101 رو ندیدی؟ پس برو ببین که خیلی جذابه. پارت 5 به نظرتون چیکار کنم توی ماشین اولین ماشینم. قلب قرمزم تا اینجا اومده. قرمز تا اینجا اومدی بذار که بفهمم چقدر تو ویدیو موندی. داره یه سرور دیگه بریم واسه ببینم چقدر شلوغ شده اینجا. 3 تا ایرانی یه دونه نه اندونزی کلا آسیایی اینجا. ایرانی چقدر زیاد شده تو بازی. موقع این بازی اومده که نت نهایی بوده ولی یه سری ایرانی ها یه ماشینایی دارن که انگار مدت زمان زیادی این بازی کرد و واقعا عجیبه چجوری این ماشینا رو تو این زمان باز کردی. آقا کامیون میخوام
بزنم بر دل کوه. استا ویدیو رو استاپ کنم برم یه جایی که ویدیو. این ماشین این یارو ایرانیه. این ماشینی که اینجا داره نه همه تازه این آپدیتی که چند وقت پیش اومده اضافه شد. نمیدونم چرا تو سرور انقدر زیاد دیدنش، چجوری گرفتنش، تازه اضافه شده به بازی. ایرانی ها با همه این دوتا. این هم آره ایرانی. آها نه این یکی. اون یکیشون کجاست؟ اون یکیشون هم اینجا داشت برد. گیم پلی یه چیز. این یورو اگه صوتی داشت بهش میگفتم بره. اوف این آی آر چیز ایرانی بودنش چجوری اینا رو زدن؟ من بلد نیستم حروف بزنم. آی آر زده. خب امیدوارم که خوشتون اومده از این ویدیو رو میخوام جذابتر کنم از این به بعد و با این ماشین زیبای این داداش ایرانیمون ویدیو رو تمام میکنیم. خدافظ.